این قیمت‌ها رو می‌بینی؟ اینا دقیقاً قیمت‌های اپل آیدیه که دارن تو اینترنت می‌فروشن. شما اگه بریم موبایل فروشی قطعاً 2-3 برابر اینو ازتون میگیره. اما امروز اومدم کاسبی اینا که نمیشه گفت کلاهبرداری اینا رو تعطیل کنم. میخوام بهتون یاد بدم چجوری بتونید خیلی راحت و رایگان اپل آیدی بسازید، اونم کاملاً تایید شده از طریق خود سایت اپل. پس این ویدیو رو اصلاً از دست نده. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من رضا ام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم میخوام بهتون یاد بدم چجوری بتونید بدون داشتن شماره مجازی اپل آیدی بسازید و ازش استفاده بکنید. برای این کار اول باید برنامه آیتونز اپل رو روی کامپیوترتون نصب بکنید که میتونید از سایت خود اپل یا سایت‌های دیگه دانلودش کنید. مراحل نصبش چیز خاصی نداره، فقط اینجا تیک دومی رو باید بردارید که به عنوان موزیک پلیر دیفالت ویندوزتون انتخاب نشه. بعدش باید صبر بکنید تا برنامه کامل نصب شه. بعد از اینکه برنامه رو اجرا کردید یه خورده صبر می‌کنید تا کامل لود بشه و از قسمت اکران روی گزینه سانگین میزنید. اینجا روی دکمه کریت نیو اپل آیدی کلیک کنید تا صفحه جدید براتون باز بشه. حالا اینجا ازتون یه دونه ایمیل و پسورد میخواد که باید پسوردتون حداقل 8 رقم باشه و از اعداد و کاراکتر و حروف بزرگ تشکیل شده باشه. اینجا ازتون اطلاعات خودتون میخواد که باید نام خانوادگی و تاریخ تولدتون رو به میلادی وارد کنید. این بخش مهمترین بخششه. شما 3 تا سوال امنیتی دارید که باید اونا رو انتخاب بکنید و پر بکنید. هر کدومی که خواستید میتونید انتخاب بکنید و برای هر کدومشون یه جوابی بذارید. فقط حتما باید جواب یادتون باشه و این سوالا رو پیش خودتون نگه دارید. چون یه موقعی رمزتون فراموش شد یا مشکلی براتون پیش اومد، فقط باید با این سوالا اطلاعاتتون بازیابی کنید و مشکلتون رو حل کنید. توی این مرحله باید اطلاعات پرداختیتون رو وارد بکنید که احتمالاً ندارید و اگه دارید خب وارد میکنید. اگه ندارید روی نان میذارید و میریم سراغ بخش بعدیش. اینجا ازتون یه آدرس پستی میخواد که ما نداریم و باید از طریق فیک آدرس اطلاعات وارد بکنید. یکی از بهترین سایتایی که میتونید باش فیک آدرس بسازید سایت wordnamegenerator.com. زمانی که وارد سایت میشید از منوی سمت راست یکی از شهرهای آمریکا و جنسیت خودتون رو انتخاب کنید و روی دکمه جنریت بزنید. اطلاعات شما رو این وسط نشون میده که خیلی باش کاری نداریم و میریم پایینتر قسمت آدرس. یکی از اینجا اطلاعات رو کپی میکنیم و وارد برنامه آیتونز میشیم و اونجا واردش میکنیم. حالا میرسیم سراغ مهمترین بخشش که خیلی‌ها گیر میکنن و میگن که اینجا شماره مجازی باید وارد بکنیم، اما اصلا اینطوری نیستش. شما دقیقاً همونجا یه دونه فون نامبر دارید که باید از همون استفاده بکنید. فقط کافیه اون چند رقم آخرش رو کپی بکنید و توی بخش دوم وارد بکنید. فقط حواستون باشه که اون خط فاصله رو حذفش کنید. تو بخش اول هم همون 3 رقم اول رو وارد میکنید و تمام. دکمه کانتینیو رو میزنید و میرید مرحله بعد. حالا اینجا یه کد چند رقمی برای ایمیلتون ارسال میشه که شما باید اون رو اینجا وارد بکنید و دکمه وریفای رو بزنید تا ایمیلتون تایید بشه. بعد از این کاری چند ثانیه صبر میکنید تا اکانتتون ساخته بشه. به همین راحتی اکانت اپل آیدی شما کاملا رایگان ساخته شده. دیگه نیازی نیست هیچ پول هنگفتی به این موبایل فروشا و سایت‌های مختلف پرداخت کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما ویدیو رو برای دوستاتون، اونایی که آیفون دارن یا میخوان آیفون بخرن، بفرستید. دوستتون دارم. خیلی زیاد مراقب خودتون باشید. خدافظ.